توماس با تعجب به اونجا نگاه کرد و گفت اینجا اصلاً شبیه عکسای توی وبسایت شما نیست. متصدی گفت احتمالاً شرکتی که کارهای تبلیغاتی ما را انجام میده اشتباه کرده. اینجا قبلا یک پادگان بود، اما ما داریم اینجا رو کم کم به یه اقامتگاه تبدیل میکنیم. شما اولین مشتری ما هستین. امشب رو مهمون ما باش، فردا براتون یک هتل خوب پیدا میکنیم بدون هیچ هزینه اضافه‌ای. توماس با اینکه ته دلش راضی نبود ولی تصمیم گرفت به اون شرکت نوپا کمک کنه و به عنوان اولین مشتری اون شب رو اونجا بمونه. کیفشو برداشت و وارد محوطه شد. متصدی به سرعت در آهنی رو پشت سر توماس بست و با عجله سوار ماشین شد و گازشو گرفت و رفت. ولی توماس همین که پاشو گذاشت داخل کلبه از تصمیمش پشیمون شد، چون اونجا بوی عجیبی میداد، ترکیبی از بوی گندیده یک چیزی و مواد شوینده. با این حال سعی کرد مثبت بمونه و به خودش گفت فقط یه شبه. از اونجا زد بیرون و یه ساختمون متروکه توجهش رو جلب کرد. توی اون سکوت به صدای پرنده ها گوش داد و فکر کرد که خیلی وقته که تو دل طبیعت نبوده. اون 7 سال بیوقفه توی آزمایشگاهش کار کرده بود، مخصوصاً 2 سال آخر که تحقیقاتش براش دردسرساز شده بود. توماس از روزی که پدر مادرش رو تو تصادف از دست داده بود داشت روی تغییر ژن آدم‌ها کار می‌کرد تا بتونه کاری کنه که زخم‌هاشون به سرعت خوب بشه. ولی وقتی که اولین نتایج آزمایش‌هاشو منتشر کرد جنجالی به پا شد. بعضی از مقامات سراغش اومدن و بازجوییش کردن. در نهایت خسته و دلزده نتایج تحقیقاتش رو فروخت و راهی سفر شد تا شاید با کسی آشنا بشه و فصل تازه‌ای از زندگیش رو شروع کنه. به ساختمون نیمه مخروبه نگاه کرد. طبقه اول خالی بود. پله‌های طبقه دوم بیشترش سالم بود. بالا رفت و از دیدن جعبه‌های مهمات شوکه شد، ولی یادش افتاد که اینجا قبلاً منطقه نظامی بوده. روی دیوار با رنگ قرمز نوشته شده بود کمک، ولی توماس توجهی نکرد و برای اینکه اطراف رو بهتر ببینه جعبه‌ها رو گذاشت زیر پاش و رفت بالای پشت بوم و از اون بالا منظره روبروش بی‌نظیر بود. همه چیز خیلی آروم و دلنشین بود. اونم کم کم خوابش برد. اما نصف شب با یک صدای عجیبی از خواب بیدار شد. یه مرد نیمه برهنه رو دید که از توی درختا اومد بیرون. فکر کرد که یک دیوانه اومده اونجا، ولی وقتی نور کلبه افتاد روی مرد توماس دید که اون یک موجود عجیبه. ولی موضوع ترسناکترم شد وقتی که دید که اون موجود وارد کلبه‌ای شد که قرار بود شب رو اونجا بخوابه. فکر کرد که هرچه سریعتر از اونجا فرار کنه و اون موقع بود که متوجه شد که اونجا مثل یک تله بزرگه، چون یک طرفش دیوارهای سنگی بلند و در آهنی بود، طرف دیگه‌ش هم دریاچه و صحراهای سنگی بلند. توماس که هیچ راه فراری جلو پاش نمیدید بی حرکت سر جاش موند. بعد با خودش فکر کرد که اون مرد کی بود؟ اصلا چرا همین که از هواپیما پیاده شد اون اومد سراغش و بهش گفت که اونو به اقامتگاهش میرسونه. بالاخره صبح شد و از صدای یک ماشینی اومد. کمی بعد زنی با لباس مخصوص و یه سرباز وارد محوطه شدن و به سمت کلبه رفتن. توماس فریاد زد کمک، من اینجام. بعد از پشت بوم پایین پرید و با عجله از پله ها اومد پایین. قلبش تون تون میزد، اما سرباز فریاد زد وایسا. توماس جواب داد من مهمان اینجام. ولی وقتی سرباز با اخم پرسید اون بالا چی کار میکردی؟ باید تو کلبه میموندی؟ توماس جا خورد. سعی کرد ماجرای اون موجود عجیب و توضیح بده، ولی سرباز بی توجه گفت برگرد برو تو کلبت بمون. یک دفعه همون موجود دوباره ظاهر شد. سرباز به سمتش شلیک کرد. زن اومد بیرون و پرسید چی شده؟ سرباز گفت X12 فعال شده بود ولی زدمش.
زن با وحشت گفت امکان نداره، نباید توی روز فعال میشد. اما اون موجود دوباره به سمتشون حمله کرد. سرباز جا خالی داد ولی توماس رو زخمی کرد. سرباز اونو به رگبار بست ولی گلوله ها تأثیری روی اون موجود نداشت. زن داد زد و گفت اون دنبال غذاست، فرار کن قبل از اینکه تو رو هم شکار کنه. و بعد خودش دوید سمت در. توماس هم دنبالش رفت و درست قبل از بسته شدن دروازه خودش رو نجات داد. زن سوار ماشین شد و از اونجا رفت. توماس هم دنبالش دوید ولی خورد زمین و دیگه نتونست بلند شه. در حالی که از درد به خودش میپیچید، ذهنش پر از سوال بود. از وقتی اسم نمونه X12 رو شنیده بود، گیج شده بود. اون اسم موش آزمایشگاهیش بود که بعد از چند آزمایش جهش پیدا کرده بود و سریعاً خوب میشد. ولی به موشهای دیگه حمله میکرد و اونها رو میخورد. حالش بدتر شد و شروع کرد به توهم دیدن. دوباره صحنه تصادف پدر و مادرش رو دید و بیهوش شد. وقتی بیدار شد هوا تاریک بود. حس عجیبی داشت. نمیدونست کیه و چرا اونجاست. فقط میدونست گرسنه است و شروع کرد به گشتن به دنبال یه طعمه.